انا لله و انا الیه راجعون. صحبت امروز صحبت تعزیوی و تسلیت است. تعزیه برای این خواهری مهاجر، برای این خواهر در مصیبت از دست دادن پسرش تعزیه میگوییم، اما ملت را برای از دست دادن عزت و آبرو تعزیه میگوییم. شاید بگوشین مادر غمزده رسد. برای این خواهر و برای خواهران و مادرانی که در چنین حالت قرار میگیرند و نیز پدران البته، یعنی کسانی که فرزند از دست میدهند. ما نیز امید داریم قابل جان عزیز برای مادر گرامیش، برای پدر عزیزش سطری از آتش جهنم گردد. انا لله و انا الیه راجعون. ما همه مال خدا هستیم و به سوی خدا باز میگردیم. همه در روی دنیا مهمان هستیم و روز مدت اقامت ما در این حیات و آخر میرسد و به سوی خالقمان پروردگارمان برمیگردیم. صحبت امروز صحبت تعزیوی و تسلیت است. تعزیه برای این خواهری مهاجر، مادری غمزده، مادری که این مصیبت سنگین سری آمده. هم تعزیه برای این خواهر و هم تعزیه برای همه ملت. این مصیبت تنها این خواهر نبود، مصیبت هر فرد تاجیک، مصیبت هر انسان در روی زمین بود. طفل معصوم بیگناه به صورت وحشیانه کشته میشه. این از آن تعلیم و آن فرهنگ و آن شعارهای ضد انسانی که از زبان سروران و منصبداران صدا می‌دهد و در گوش نورسان میرسد و چنین نفرت ها به وجود می آورد و باعث چنین تصرف های وحشیانه می گردد. از خداوند برای این خواهر عزیز در مصیبت از دست دادن پسرش صبر و رضا تمنا داریم. برای این خواهر در مصیبت از دست دادن پسرش تعزیه می گوییم، اما ملت را برای از دست دادن عزت و آبرو تعزیه میگوییم. ملت مهاجری که ارزش را، قیمتش را از دست داده، که شایسته است از مادری قابل جان دیده و را بیشتر تعزیه گفته شود. دوستان عزیز، اینجا موضوع صحبت بنده چگونه جان مهاجر را حمایت کردن نیست یا چگونه باید کرد که چنین حادثه ها دوباره رخ ندهد. این موضوعی است که دیگران گفتند و نوشتند و گفته ایستادند، اما موضوع این صحبت ذکر چند احادیث نبوی است که به حیث تسلی برای این خواهر عزیز تقدیم نماییم. شاید بگوشین مادر غمزده رسد. برای این خواهر و برای خواهران و مادرانی که در چنین حالت قرار میگیرند و نیز پدران البته، یعنی کسانی که فرزند از دست میدهند، کسانی که گوشه جگرشان از دست می رود. از بس که از دست دادن فرزند خیلی مصیبت بزرگ است، امتحان خیلی شدید است. خداوند عزوجل در مقابل چنین امتحان باز پاداش بزرگ تعیین کرده. حتی امامان محدث در این موضوع مخصوص در موضوع از دست دادن فرزند کتاب ها نوشتند. مثلا امام محدث ابن ناصر دمشقی که سال 842 هجری وفات کرده است، کتابی دارد به نام برد الاکباد عند فقد الاولاد، یعنی به معنی تسلیت کسانی که فرزند از دست میدهند. این چنین امام سخاوی محدث مشهور که وفاتشان 902 هجری است، ارتیاح الاکباد بارباح فقد الاولاد کتاب دارند. امام ابن رجب حنبلی، امام دیگری از امامان محدث و فقیه که 795 وفات کردند، پیش از ابن ناصر دمشقی، پیش از سخاوی، رساله‌ای دارند تسلیت النساء والرجال عند فقد الاطفال، تسلیت پدر و مادران به هنگام از دست دادن فرزندان. بنابراین بید این لحظه ها چند حدیث را از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم در این موضوع، در این مورد این حالت که رفت شخص فرزند از دست دهد
شنویم. امام ترمذی از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث روایت کردند که ایشان فرمودند اذا مات ولد العبد قال الله لملائکته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند وقتا ملائکه هایی که به نزع جان موظف هستند فرزند بنده مؤمن را میگیرند، خداوند از ملائکه ها میپرسد فرزند بنده مرا از او گرفتید؟ ملائکه ها میگن بله. خداوند باز از ملائکه سوال میکنند که بنده من وقتا فرزندش را از او گرفتید چی گفت؟ ملائکه ها میگن حمیدک و استرجع، حمد گفت و انا لله و انا الیه راجعون گفت، اظهاری رضامندی به تقدیر تو کرده خداوند. خداوند عزوجل به ملائکه ها میگه برای این بندم در جنت قصر سازید و نامش را بیت الحمد نامید، قصر حمد. برای این گونه مناسبت کردنش با قضای الهی، برای راضی بودنش از تدبیر من، برای او خانه قصر در جنت با نام قصر حمد بنیاد کنید. در صحیح مسلم از ابو حسان اعرج آمده که به حضرت ابو هریره میگوید ای ابو هریره انه قد مات لی ابنانی، ای ابو هریره من دو فرزند از دست دادم، این مصیبت سنگین دوبار تکراری بر سر من آمده. آیا برای من از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیثی دارید که نقل کنید و کمی تسلی یابم، کمی غبار این غم از دل من برطرف شود؟ حضرت ابو هریره گفتند بله. صغارهم دعامیس الجنه يتلقى احدهم ابويه فيأخذ بثوبه كما آخذ انا بصنيفة ثوبك هذا فلا ينتهي حتى يدخله الله و اباه الجنه. حضرت ابو هریره گفتند بله. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند کودکان مسلمانان که در خردی از دنیا میگذرند دعامیس جنتند، مثل آن ماهیچه های خرد که در آب سیر حرکتند، در جنت بازی میکنند، گشت و گذار میکنند. همین که پدر و مادرشان را ببینند یأخذون بثوبه، از لباسش، از طرف لباسش در روایت از دست والدینشان میگیرن کما انا آخذ بسنیفة ثوبک. حضرت ابو هریره در این لحظه از لباس این سوال کننده ابو حسان اعرج قپیده گرفته بود. گفت این گونه که من لباس تو را قپیده هم، آن طفلان از طرف لباس پدر و مادرانشان گرفته آنها را به جنت می‌دارند. امام احمد حنبل و امام نسائی از قرة ابن ایاس روایت کردند که ایشان میگفتند وقتا پیامبر صلی الله علیه و سلم فارغ می شدند با ما می نشستند، ما صحابگان در اطراف ایشان می نشستیم و کان فیهم رجل له ابن صغیر یأتیه من خلف ظهره فیقعده. میگوید میان آن مردان با ما مرد حضور می کرد که طفلی داشت، طفلش از پشتش می آمد و آن مرد را گرفته آغوش می کرد، در بغلش می شیناند در حضور پیامبر صلی الله علیه و سلم در مجلس ایشان. قضا رفته بوده آن طفل وفات کرد و این مرد چند روز در این محفل دیده نشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کردند مالی لا ارى فلانا، چی شده که من فلانی را نمیبینم، کجاست؟ گفته پرسیدند. مردم گفتند ای فرستاده خدا آن طفلی که همراه او می آمد و او را خیلی دوست می داشت، نوازش می کرد، آن طفل از دنیا گذشت، آن مرد محزون است، به این خاطر به مجلس حاضر نمی شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم آن مرد را در کوچه دیدند، پرسیدند و قصه فوتیدن فرزندش را از او شنیدند. سپس گفتند یا فلان ایما کان احب الیک ان تتمتع به عمرك او لا تأتی الى باب من ابواب الجنه الا وجدته قد سبقك الیه یفتحه لك. ای فلانی کدامش برای تو خوشتر است و کدامش را میخواهی؟ این که زنده میماند در عمرت تو را خدمت میکرد، یا این که رفت و روز آخرت هر در جنت را که بیایی میبینی که پیش از تو نزد آن در جنت رسیده و آن در را برای تو میکشاید؟ کدامش برای تو خوبتر است؟ این مرد گفت یا نبی الله بل یسبقنی الى باب الجنه فیفتحها له احب الی. البته که اینش برای من بهتر است، این که پیش از من رفته باشد و درهای جنت را برایم کشاید. ای فرستاده خدا به اینش من راضیم. قال فذاک لک، گفت این نصیب تو است، این فرزندت رفته پیشکی در انتظار تو است،
در جنت را برایت می‌گشاید. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم این مژده زیبا را برای این مرد گفته دادند، آنگونه که در روایت امام احمد حنبل آمده، مرد آنجا حضور داشته در تعجب شده میپرسد: یا رسول الله، اله خاصه ام لکلنا؟ این مژده خاص برای همین مرد است و برای این طفلش که او خیلی دوست می داشت، یا برای همه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: بل لکلکم، بلکه برای همه. هر کس که طفلش را از دست می دهد و به قضای الهی راضی است، ناریزایی نمی کند، خدا را به خشم نمی آرد، این مژده برای اون نیز هست. در صحیح بخاری و صحیح مسلم از حدیث ابو سعید خدری آمده که زنان از پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهش کردند که ای فرستاده خدا، همیشه مردها شما را مشغول میکنن، همیشه درس شما را مردها گوش میکنن، برای ما نیز یک روز جدا کنید، ما نیز از احادیث شما بهره ور گردیم، از شما درس شنویم. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای زنان روز معینی درس تعیین کردند و به آنان درس گذاشتند. راوی میگه از جمله سخنانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما گفتند این جمله بود: ما منکن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها الا كان لها حجابا من النار. هر زنی که 3 فرزند خود را از دست دهد، پیشه که به آخرت اونها را فرستد، یعنی الا كان لها حجابا من النار، این فرزندان برای این زن ستر از آتش جهنم می شوند، سپر می شوند که دیگر آتش جهنم به این مادر نمی رسد. زنی از آنجا برخاست و گفت: و اثنین یا رسول الله، اگر 2 تا از دست داده باشد چی؟ شاید آن زن 2 فرزندش فوتیده بود چون این سوال کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن: و اثنین، اگر 2 فرزند هم از دست داده باشد چنین می شود. بله دوستان عزیز، برای چنین مصیبت سنگین در شریعت چنین مژده های زیبا آمده است. ما نیز امید داریم قابل جان عزیز برای مادر گرامیش، برای پدر عزیزش ستری از آتش جهنم گردد و این چنین هر والدینی که طفل از دست دادن، خداوند این کرامت و این مژده را برای آنان نصیب گرداند. در حفظ و امان خداوند باشید.